به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. دوستان درود، من سیامک هروی هستم و داستان سیاوش رو از شاهنامه فردوسی برای شما میخونم. اکتبر 2020 بخش 8. در بخش پیش گفتیم که افراسیاب تشویق میکنه سیاوش رو که بیاد باهاش چوگان بازی کنه. سیاوش هم هی تفره میره چون که نمیخواد هنرنمایی کنه، چون میدونه که شکست میده اینها رو و باعث حسادتشون میشه و انقدر دارای صفات خوب انسانیه که نمیخواد کسی رو آزرده کنه یا حسادت کسی رو تحریک بکنه. ولی افراسیاب بهش میگه که چون این پاسخ آوردش افراسیاب که چون تو نزاید کس از مام و باب، از پدر و مادر، به مردی و رادی و فرهنگ و خوی، بدین آشتی تو شدی نامجوی. میگه تو باعث آشتی دو کشور ما شدی، ایران و توران. تو فرزند مایی و زیبای گاه، تو تاج کیانی و پشت سپاه. حالا دنباله داستان. افراسیاب سیاوش رو به بازی چوگان دعوت میکنه. همونجور که گفتیم سیاوش هم تفره میره ولی دیگه چاره ای نداره. افراسیاب بهش میگه که چند تن از سپاه خودت رو یا از دوستان خودت رو بیار، ما هم چند تن از تورانیان رو میاریم و با هم چوگان بازی کنیم. کوتاه داستان این که سیاوش میره بازی میکنه و خلاصه به قول معروف روی همه رو کم میکنه. سیاوش بران گوی برداد بوس، برآمد خروشیدن نای و کوس. سیاوش به اسب دگر برنشست، بینداخت آن گوی لختی به دست. ز چوگان او گوی شد ناپدید، تو گفتی سپهرش همی برکشید. میگه چنان اون گوی رو با چوگان زد که اون گوی رفت به هوا و انگار آسمان دیگه اونو ناپدید کرد. افراسیاب اینجا آدمای خودش رو میفرسته میان و سیاوش به اون بازیکنانش میگه که سیاوش غمی گشت از ایرانیان، سخن گفت با پهلوانی زبان، یعنی به زبان پهلوی با اینها حرف زده، میخواسته که اونا نفهمن که میدان بازی است گر کارزار، بدین گردش و پیش و بدین گردش و پیچش و کاروبار. چون میدان سرایت بتابید روی، بدیشان سپارید یک بار گوی. ببینید واقعا این مرد اون زمان چقدر واقعا انسان بوده. سیاوش پهلوانای ایرانی میگه اینجا میدون جنگ نیست، میدون بازیه، ما هم مهمان هستیم، شما باید به اونا ببازید. پهلوانان به دستور سیاوش گوش میکنن. افراسیاب پهلوی میدونسته و وقتی میشنوه که سیاوش داره به پهلوانا اینا میگه، واقعا برای سیاوش دیگه اصلا یک ارزش دیگه قائل میشه. بار دیگه افراسیاب میخواد که سیاوش با تیر و کمان هنرنمایی کنه. شاید بپرسید که چرا انقدر افراسیاب به پای سیاوش میپیچه، در صورتی که اینطوری نیست. اون موقع کاری که نداشتن، که اگه جنگی بوده که خب جنگ بوده، یه کسی هم میرفته مالیاتی جمع میکرده و میآورده، بقیهش همین کارا بوده. یعنی توی میدون اینجا با هم دیگه جنگ میکردن، نیزه بازی، تیراندازی، کشتی، اسب سواری، این چیزها رو در ضمن تمرین جنگی هم میکردن. خلاصه جزء تفریحات اون موقع بود. بگذاریم. سیاوش هنرنمایی میکنه و باز دوباره برنده میشه و این حرفا. روزها و ماهها میگذره. افراسیاب بیشتر شیفته سیاوش میشه، علاقش بیشتر میشه، مثل پدر و پسر میشه، هر روزشو دیگه با سیاوش بوده. به این ترتیب حسادت کرسیوز، گفتیم کرسیوز برادر افراسیاب، یکی از پهلوانان به نام تورانه و به هر حال طبیعیه که اون موقع اون آدم اول بوده اونجا. الان دیگه میبینه که افراسیاب به جای که با این حرف بزنه با سیاوش حرف میزنه.
به جای اینکه رازهاشو به این بگه به سیاوش میگه. به هر حال طبیعیه که یک حسادتی برانگیخته میشه. افراسیاب روز و شب رو با سیاوش میگذرونه. سپهبد چه شاد و چه بودی دژم، یعنی غمگین، به جز با سیاوش نبودی به هم. ز جهن و ز کرسیوز و هر که بود، به کس راز نگشاد و شادان نبود. جهن اینجا پسر چهارم افراسیاب و واژه پارسی جهن. مگر با سیاوش بودی روز و شب، از او برگشادی به خنده دو لب. بر این گونه 1 سال بگذاشتند، غم و شادمانی به هم داشتند. میگه دیگه مهری که افراسیاب به سیاوش داشت شاید برای برخی باورناپذیر باشه، ولی سیاوش با بزرگی و پاکی که تو وجودش بود واقعا این جذابیت و کشش داشت که همگی رو به خودش جلب میکرد، تا جایی که افراسیاب همونجوری که گفتیم راز و نیاز خودش رو به جای کرسیوز و جهل به سیاوش میگه. سیاوش ولی خیلی مراقبه تا باعث رنجش و حسادت کسی نشه، ولی در یک راهی قرار گرفته که وقایع دارن بدون اراده اون در حال شکل گرفتن هستن. 1 سال میگذره. روزی با پیران نشسته بودن، از هر دری گفتگو میکردن. پیران به سیاوش میگه آخه تو یه جوری زندگی میکنی انگار که مهمان ما هستی. افراسیاب خیلی تو رو دوست داره، شب و روزش رو با تو میگذرونه. بدو گفت پیران که از این بوم و بر، چنانی که باشد کسی برگذر. یعنی انگار که اومدی که بری موقت. بدین مهربانی که با توست شاه، به نام تو خسبد به آرامگاه. چنان دان که خرم بهارش تویی، نگارش تویی، غمگسارش تویی. بزرگی و فرزند کاووس شاه، سر از بس هنرها رسیده به ماه. پدر پیرسر شد تو برنادلی، نگر تاج تاج کیی نگسلی. این تاج کیی تاج بزرگی. به ایران و توران توی شهریار، ز شاهان یکی پرهنر یادگار. بنه دل بر این بوم و جایی بساز، ز شاهان گیتی توی بینیاز. پیران به سیاوش میگه پدر تو کاووس پیر شده، تو هم پس از او پادشاه خواهی شد، ولی تو اینجا ماندگاری، خویشاوندی هم که نداری. یک همسری برای خودت دست و پا کن، یکم به این بیندیش. میگه نبینمت پیوست خون کسی، کجا داردی مهر تو بر بسی. برادر نداری نه خواهر نه زن، چه شاخ گلی بر کران چمن. پس از مرگ کاووس ایران تو راست، همان گنج و تخت دلیران تو راست. پیران میخواد به قول معروف به سیاوش یک سر سامونی بده. از سوی دیگه با خودش میاندیشه که اگر سیاوش پیوند خونی با افراسیاب داشته باشه، مسلماً امکان جنگ میان ایران و توران بسیار کمتره. به سیاوش میگه که افراسیاب چند دختر داره و اینکه همگی نبیره های فریدون هستن، یعنی از پشت فریدون هستن. در ضمن این روال در خانواده های سلطنتی خیلی عادی و طبیعی بوده. در اروپا هم دخترای همدیگر میدادن به همدیگه، یا با دختر عموها دختر خاله های اینای همدیگه، مثلا شاه اسپانیا با انگلیس، انگلیس با آلمان عروسی میکردن که این پیوند باشه که دیگه به همدیگه نتازن. میگه نبیره فریدون و فرزند شاه، که هم جاه دارند و هم تاج و گاه. اگه یادتون باشه گفتیم که فریدون 3 پسر داشت، سلم و تور و ایرج، که تور در سرزمینش که اون توران شد و افراسیاب از چندین پشت میرسه به فریدون. برای همینه که میگه که همگی اینها نبیره های فریدون هستن. درست داره میگه. پس میگه نبیره فریدون و فرزند شاه، که هم جاه دارند و هم تاج و گاه. ولیکن تو را آن سزاوارتر، که از دامن شاه جویی گهر. فرنگیس مهتر ز خوبان اوی، نبینی به گیتی چنان روی موی. از افراسیاب ار بخواهی رواست، چنو بد به کشمیر و کاوول کجاست. میگه بله نبیره های فریدون خب خیلی زیادن،
ولی بهتره که تو بری سراغ اصل کاری، یعنی دختر افراسیاب که در زیبایی در کشمیر و کابل و سراسر جهان همتایی نداره. به سیاوش میگه اگر با من هم رأی هستی، یعنی موافق هستی، من برای تو به خواستگاری میرم. سیاوش میگه اگه سرنوشت من اینه، من به سرنوشت سر میگذارم. از قرار معلوم مثل این که دیگه به ایران بر نخواهم گشت. میگه اگر آسمانی چنین است رای، مرا با سپهر از بنه نیست پای. اگر من به ایران نخواهم رسید، نخواهم همی روی کاووس دید. بله میگه و نخواهم همی روی کاووس دید. میگه بله، میگه اگه من دیگه رستم و بهرام و زنگه شاوران را نخواهم دید. یادتونه که این بهرام و زنگه شاوران همون دوتا دوستش بودن که باهاش از بچگی بزرگ شده بودن و لشکر رو داد دست بهرام و زنگه شاوران رو فرستاد پی افراسیاب که پیامو بده. زنگه شاوران برمیگرده، بهرام هم همونجا میمونه. این تفلک بدون دوسته. به خودش میگه که به پیران میگه چون از روی ایشان بباید برید، به توران همی خانه باید گزید. پس از الان دیگه ما میفهمیم که سیاوش دیگه فکرشو کرده که دیگه اینجا جای منه، برای من بازگشت نیست. به پیران میگه که تو برای من پدر باشو، ولی این راز رو با کسی مگوی. یه پدر باش و این کت خدایی بساز، مگو این سخن پیش کس جز به راز. همی گفت و مژگان پر از آب زرد، همی برزدی هر زمان باد سرد. تفلک چشماش پر گریه میشه، پر از اندوه. پیران در پاسخش میگه به ایران اگر دوستان داشتی، به یزدان سپردی و بگذاشتی. نشست و نشانت کنون ایدر است، یعنی اینجاست. تو را تخت ایران به دست اندر است. میگه دیگه جات اینجاست، تخت ایران هم که خب مال توه. میگه در زمینه بگم که در چند شاهنامه دیگر که من نگاه کردم، داستان زن گرفتن سیاوش به گونه دیگر بوده. من یک گوشش رو میگم که شاید شما یک داستان از یک شاهنامه دیگه خونده باشید، تعجب نکنید که این چطور گفته نشده. اینجوریه که پیران پیش از اینکه فرنگیس دختر افراسیاب رو پیشنهاد بکنه، دختر خودش جریره رو پیشنهاد میکنه. میگه که به سیاوش میگه پس پرده من 4 خورد، چو باید تو را بنده باید شمرد. میگه هر 4 تاشون در خدمت تو هستن، هر کدوم خاصی انتخاب کن. ولی میگه از ایشان جریره است مهتر به سال، که از خوبرویان ندارد همال، یعنی همتا نداره. سیاوش هم در پاسخ میگه ز خوبان جریره مرا در خور است، که پیوندم از خان تو بهتر است. به هر حال بگذاریم داستان کوتاه. در شاهنامه های دیگه اینجوری میاد که سیاوش و جریره فرزندی به دنیا میارن به نام فرود، که این فرود در جنگ های ایران شرکت میکنه، بسیار بسیار شرکت فعالی هم داره. ولی در شاهنامه آقای خالقی مطلق فقط یک اشاره‌ای در پانوشت بهش میشه. پس ما فعلا این داستان اصلی رو سر میگیریم که به یک جور ادامه بدیم این داستان. برگردیم به گفتگوی پیران و سیاوش که برای خواستگاری دختر افراسیاب فرنگیس بود. پیران پس از موافقت سیاوش با پیوندش با دختر افراسیاب میره پیش افراسیاب، بهش میگه که مژده بهت بدم که سیاوش میخواد از فرنگیس خواستگاری کنه. افراسیاب در فکر فرو میره. پراندیشه شد جان افراسیاب، چون این گفت با دیده کرده پرآب، که من راندم پیش از این داستان، نبودی بر آن گفته هم داستان. افراسیاب نگرانه، میگه من قبلا به تو گفته بودم این داستانو، ولی تو باهاش موافقت نمی کردی. چون بچه شیر پروردن پایان خوشی نداره، آخر به خودت چنگ میزنه. که ای دایه بچه شیر نر، چه رنجی که هم جان نیاری به سر،
بکوشی و او را کنی پرهنر، تو بیبر شوی چون وی آید ببر. یعنی وقتی که بزرگ شد. نخستین که آیدش نیروی جنگ، سر پروراننده گیرد به چنگ. و دیگر کجا پیش از این موبدان، ردان و ستاره شمر بخردان. سترلاب برداشتندی به بر، همین راندندی همی در به در. میگه که من این داستان رو پیش از این با ستاره شناسان در میون گذاشتم. اونها هم استرلاب برداشتن و به من گفتن که این کار درست نیست. افراسیاب میگه که گفتن که اگه سیاوش با یکی از شاهزاده های تورانی پیوند داشته باشه، از این دو نژاده، یکی شهریار یعنی با نژاد، بیاید که گیرد جهان در کنار. ز توران نماند بر و بوم و رست، کلاه من اندازه گیرد نخست. این چقدر تشبیه زیباییه. یعنی میگه کلاه منو میخواد به سرش اندازه میگیره ببینه به سرش میخوره یا نه. یعنی منظورش اینه که تاج و تخت منو دنبالشه. ندانم به توران گراید به مهر، وگر سوی ایران کند پاک چهر. افراسیاب نگران از این که فرزند سیاوش و فرنگیس تاج و تخت او رو بگیرن و میگه نمیدونم وفاداریشون به توران خواهد بود یا به ایران. پیران گونه دیگه‌ای به این داستان نگاه میکنه. میگه حرف ستاره شناسا رو زیاد گوش نکن، چون که کسی که از نژاد سیاوش بود، خردمند و بیدار و خاموش بود، که از این دو نژاده یکی نامور، بیاید برآرد به خورشید سر. نگه کن که این کار فرخ بود، ز بخت آنچه پرسید پاسخ بود. به ایران و توران بود شهریار، دو کشور برآساید از کارزار. همونجور که در داستان‌های پیشین گفتم، از اون آغاز تا به پایان، یعنی پس از داستان فریدون که کشور تورانی به وجود میاد، به خاطر اینکه تور پسر افراسیاب همیشه میگفته که تاج و تخت ایران از او بوده و به ناحق به دست ایرج رسیده، همیشه این جنگ ادامه داشته میان تورانیان و ایران. اینجا پیران میگه که اگر این دو با هم پیوند زناشویی ببندن و فرزندی به دنیا بیاد، دیگه این جنگ پایان میپذیره و دو کشور به آرامش میرسن. اتفاقا یک دید بسیار بسیار مثبت و خوبیه. پیران تمام کوشش خودش رو میکنه که در واقع این آرامش میان دو کشور ایران و توران برقرار بشه و باور داره که فرزند سیاوش این کار رو انجام میده. افراسیاب پس از یک گفتگوی طولانی رضایت میده، ولی ته دلش چیز دیگه است. به پیران چنین گفت پس شهریار، یعنی افراسیاب، که رای تو بر بد نیاید به کار. میگه که من تو رو قبول دارم که تا حالا حرف بدی از تو نشنیدم. به فرمان تو رای کردم سخن، تو هرچت بباید به خوبی بکن. در ضمن اینجا سخن و سخن گاهی به ضرورت قافیه میاد، این همون سخنه. میگه به فرمان تو رای کردم سخن، یعنی هرچی گفتی من گوش میکنم. میگه تو هرچت بباید به خوبی بکن، برو اون چیزی که خودت باور داری انجام بده، من تو رو قبول دارم. دوتا گشت پیران و بردش نماز، بسی آفرین کرد و برگشت باز. در ضمن نماز واژه ایرانی، واژه پارسیه. میگه دوتا گشت پیران، یعنی دولا شد، جلوش تعظیم کرد. به نزد سیاوش خرامید زود، بدو برشمرد آن کجا رفته بود. نشستند شادان دلان شب به هم، به باده بشستند جان را ز غم. دیگه پیران در پوست نمی گنجه، دویده آمده پیش سیاوش، خبر خوش بهش داده، مژده رو داده، نشستن با هم به میگساری. روز بعد پیران به کاخ سیاوش میره، میگه که خب حالا که این خبر اومد، من منتظر فرمان تو هم که برم به خواستگاری فرنگیس دیگه رسمی. سیاوش
سیاوخش را دل پرآزرم بود، ز پیران رخانش پرآزرم بود. واقعا از شرم این بچه اصلا واقعا چهرش سرخ شده بوده، اصلا نمیتونست باور کنه که بعد از 1 سال در کشوری بخوان دختر شاه رو به او بدن. بدو گفت شو هر چه خواهی بساز، تو دانی که بر تو مرا نیست راز. سیاوش هم درست حرفی رو که افراسیاب به پیران زده بود به اون میگه. پیران به خواستگاری فرنگیس میره. سرانجام خواسته او انجام میشه. سیاوش و فرنگیس پیوند زناشویی میبندن. گلشهر همسر پیران کار تدارک عروسی رو میپذیره. به فرنگیس میگه زمین را ببوسید. گلشهر رو گفت که خورشید را گشت ناهید جفت. بباید هم امشب شدن نزد شاه، بیاراستن گاه او را به ماه. چقدر زیباست، میگه اون خورشیده و تو ناهید. اون ایزد ناهید در فرهنگ پارسی باستان اسطوره ایزد زن هست و مادر مهر و یکی از مهمترین ایزدها هست. میگه که تو اون خورشیده و تو ناهیدی و امشب باید بری پیش اون و مثل ماه در جای او بدرخشی. بیاراستن گاه او را به ماه، جای او را به ماه. همی 7 روزش بیاراستند، سر مشک بر گل بپیراستند. بیامد فرنگیس چون ماه نو، به نزدیک آن تاجور شاه نو. زمین باغ گشت از کران تا کران، ز شادی آواز رامشگران. نبشتند منشور بر پرنیان، همه پادشاهی به رسم کیان. چقدر زیباست اینجا. روی پرنیان همون حریره یا ابریشمه، اون منشور، اون قانون، اون چی میگن، اون سند ازدواجی که ما الان میگیم، اون منشور رو روی پرنیان نوشتن. عروسی با شکوهی سر میگیره. دوستا و خانواده ها و بزرگا و همه و هر کسی بوده میاد به این عروسی و چند روزی به شادی میگذرونن. پس از گذشت 1 سال افراسیاب پیامی برای سیاوش میفرسته. بهش میگه من از توران تا چین رو به تو دادم، اون سرزمین توران تا چین رو به تو دادم. چرا برای خودت و فرنگیس یه جای زیبا در نظر نمیگیری که برای خودتون یک شهری برپا کنید تا جایگاه دائمی شما باشه؟ شاید هم افراسیاب میخواد که بیشتر سیاوش اونجا ریشه بده. هر کاری میکنه باز یه چیز دیگه میگه. الان دیگه با فرنگیس هم پیوند زناشویی بسته، ولی میخواد یه شهری بسازه. بهش میگه به شهری که آرام و رای آیدت، همه آرزوها به جای آیدت. به شادی بباش و به نیکی بمان، ز خوبی مپرداز دل یک زمان. سیاوش به گفتار او گشت شاد، بزد نای و کوس و بنه ورنهاد. سیاوش هم خیلی خوشحال شد از این کار و خلاصه اسباب اساسیه رو جمع کردن و با سپاه و نزدیکان و ندیمه های فرنگیس و دوستای خود سیاوش که در توران پیدا کرده بودن و اینا با همدیگه راه افتادن تا به ختن میرسن. در ضمن ختن یه جایی که همین الان هم در چین هست به نام هویتن اگه اشتباه نکنم، که زبانش اویغور هست. همین ترکان ختن مال اونجان که پیران هم در اونجا به دنیا آمده بوده. در ضمن اینا دارن میرن اونجا پیش پیران. به شادی برفتن سوی ختن، همه نامداران شدند انجمن. که سالار پیران از آن شهر بود، که از بدگمانیش بی بهر بود. همی بود 1 ماه مهمان اوی، بدان سو چنین بود پیمان اوی. پس از این مهمونی با پیران سیاوش و فرنگیس به راه میافتند تا برای خودشون یک جای خوش آب و هوا پیدا کنن و میرسن به اون جای خوش آب و هوا. به جایی رسیدند که آباد بود، یکی خوب فرخنده بنیاد بود. به 1 روی دریا، به 1 روی راه، به 1 روی بر کوه و نخجیرگاه. درختان بسیار و آب روان،
همین شد دل سال خورده جوان. سیاوش به پیران سخن برگشاد، که اینت بر بوم فرخ نهاد. میگه همینجا خوبه، بسازم من در یکی خوب جای، که باشد به شادی مرا رهنمای. برآرم یکی شارستان فراخ، فراوان بدو اندر ایوان و کاخ. شارستان همون شهر یا شهرستان. نشستنگهی برفرازم به ماه، چنان چون بود در خور تاج و گاه. پیران بسیار خوشحال میشه، به سیاوش آفرین میگه. دوستان تا اینجا این برنامه رو میگذاریم و تا برنامه بعدی خرد یار شما باد.